گل دسته چجوری تو گلدونا نشسته. خیلی کم پیش میاد توی بابا همچین صحنه رو مناظره بکنید و دیگه داریم زیاده روی خیلی داریم زرد تولید میکنیم دوستان. الان خودمون رنگمون دیگه خردلی شده اینقدر زرد. میگن گوشت از من آب از تو یا آب گوشتمون نشه. ربط شروع کردیم آجی؟ خدمت شما شما هم بفرمایید چایی بزنید. صدا اون یه ذره خش پیدا کرده. چایتون رو حتما بریزید بیاد بشینید. داغه آقا خیلی داغه. Ladies and gentlemen. بچه‌ها می‌خوام بریم به اعماق اینستاگرام. اکسپلور دیگه داره به یه جای دارکی میرسه که واقعا آدم پشماش میریزه. خب اسم کانالمون هست چی مدی؟ میم اکت. بای کرد. میم اکت یعنی چی؟ یعنی که من و محسن، من مجید هستم، ایشونم محی خودمونه آقا محسن، شده میم اکت. قراره که یه سری ریاکشن روی ویدیوهای سم اینستاگرام بدیم که ببینیم چند دوست دارم بیا بازی کنیم. شهرام چپره یه آهنگی خونده بازم تابستون اومد که من از این آهنگ خیلی خاطره دارم. حالا میخوایم ببینیم که با این آهنگ شهرام چپره که حرمت داره لذت هم نداره ببینیم که چه کانتنتی ساختن. پس بریم اولین ویدیومون رو شروع کنیم. با تابستون اومد. چقدر بوی تابستون میاد. بیا همین می‌خواستی؟ برقا که میره وی پی ان هم میرینه. چه تابستونیاییه. حالا من به کانتنت کاری ندارم. گل دسته داد. آخه به خدا شهرام چپره رو ببین برداشته. بعد گل دسته چجوری تو گلدونا نشسته. یه دونه گلدون نهایت یه گل رو بذاری توش دیگه. چند تا گل داری میخوای دسته بکنی تو گلدون. من این گلدونه گل چیه گل چیه من نمیفهمم. الان تو الان گل چیه الان به من موهی این بگو. اصلا خب چی رو میپوشونه؟ این چیزی نمیپوشونه. تابستون اومده بعد هوا خنک بشه. خب اصلا تابستون خوبیش اینه که نباشه. نه دیگه این مثلا ببین این یه حالت هم خانوما راحت تر هم آقایون. والا یه سر چیه گذاشته اصلا کی اینو اختراع کرده؟ داداش تو الان مثلا بری هندونه بدون پوست بخری خب خراب میشه هندونه. ولی داداش جذابیتش واسه اوناست که هنوز با یه سری مسائل روبرو نشدن. داداش الان همه با همه مسائل روبرو داداش 90 ها هم الان شده. 95 هم دیگه روبرو هم. بعد ببین چرا شورتای زنونه روش گل داره شورتای مردونه روش گل نداره؟ من که ما مردم الان مثلا تو فکر کن این سیبیلو رنگ صورتیش می‌کردی جذاب شو. نه فکر کنم ولی مثلا کسایی که مردن یه گل براش گذاشتن. کسایی که مردن خب یه گل براش گذاشتن اونجا. شوت فکر کن. فانتزی داری؟ من نه من فقط تو یه ذهن فانتزی میگنجه که یه همچین حرفی رو بزنه. من سالها فکر میکردم این تو مغزم نمیومد. فکر نکرده بودی راجع کوچه اصفهان پس هول و هوشه شهر رشت. ببین من یادم میاد تو بچگی اون کوچه اصفهان پلیس راه رشت بود. سمت راست کوچه بغلی آره راست داشت. اون موقع کوچه بود. بچگیام دارم میگم. الان خیلی بزرگ شده لابد. نه تو موقع بچه بودی اونجا رو کوچه فکر می‌کردی کوچیکه. نه یه جاده بود از اولش که بعد الان این ویدیو مربوط به اونجا میشه. شهر شهید پرور کوچه اصفهان می‌خوایم ببینیم که به چی مربوط. واقعا کوچه اصفهان اون کوچیکه چجوری شهید پرور شده؟ ببین تو الان توی روستا هم که بری شهید پروره. یعنی حتی یه شهیدم بدون روستا میشه شهید پرور. منطقیه. البته تو شمال شهید پروردن زیاد داریم که زیتون همه شهرها به یه چیزی معروفن. شهر من کوچه اصفهان هم به کره بادوم زمینی چیکالش معروفه به خاطر قیمت خوب و کیفیت بالا. فقط کیلویی 175. الان یارو عرق فروشه. این چی بود؟ من انقدر حواسم به اون یکی بطریه بود نفهمیدم این یکی محصولش چیه. حالا من واقعا همه حواسم به کره بادوم زمینی بود چون تو آدم شیکمویی هستی من آدم دیرینک بازی هستم. با کلا به دقتت آفرین با کلا دست بزنید دوستا به افتخار آیوش. خب الان اون
اون الان کره بادوم زمینی بود، اون یکی آب معدنی بود که توش چی بود؟ آب معدنی. بعد یا مثبت فکر کنید. چرا گفت گیراییش خوبه؟ آب معدنی و این گیرایی داشت در رابطه با کره زمینی حرف می‌زد. بعد چرا الان اونو گرفته دسته؟ راست میگی هم هیدش اینجوریش میکرد. کامنتاش هم الان خوب داداش خودش هم نوشته گیرایی بالا و نشاط‌آوری از ویژگی‌های اصلی بادز امام بود. بچه شما تا حالا کره بادوم زمینی خوردین گرفتتتون؟ تو کامنت‌ها به ما بگید. خلاصه اگه کره بادوم زمینیاشو خوردین اگه گیراییش بالا بود به ما هم بگید. داداش چیکار می‌کنی اینقدر بدنت خوشگل شده؟ داداش من روزانه 2 کیلو دارم گوشت می‌خورم. 2 کیلو؟ 2 کیلو. داش علی چونم؟ گیرم دهنه. بیا این 450 گرمش. داداش چیکار می‌کنی اینقدر بدنت خوشگل شده؟ داداش من روزانه حاجی فهمیدم الان چجوری 2 کیلو گوشت می‌خوره. یعنی روزی چند تا کیلو می‌خوره؟ ببین من میگم بعد همین برنامه ماشین سوارشین بریم فقط از این شهر. اینقدر داریم دیگه داریم زیاده روی خیلی داریم زرد تولید می‌کنیم دوستان. الان خودمون رنگمون یه خردلی شده اینقدر زرد. و همونایی که کات کرده شیفت دیلیت کن که از سطل آشغالت هم پاک شه. دیگه سلطان احساس بالاخره اسمش رو گفت. من واقعا می‌خواستم بدونم اسم این چیه؟ اسمش چیه واقعا؟ اسمش چیه؟ بچه تو کامنت‌ها به ما بگید. دوستان انقدر کامنت گفت این از اول برنامه گیرید چند من بار اگه کامنت امروز از شما کامنت نگیرم دیگه کامنت نمیگیرم. گیرم. ما وابسته نیستیم. سلام بر دکتر تمران. بریم سراغ پلی. علی اکبر حسین نسب خودم معلومه میکنم. بچه روستا هستم. باکری بچه روستا بود. دکتر چمران ها دادیم، تسلای ها دادیم، باکری ها دادیم، شهید دادیم. مجبر بابت نهرین ها اینا. ببین اون دختر خانم ها که من مسکن برو اول ببین حجابت حفظ کن. اسمم علی اکبر حسین. این الان خودش رو معرفی کرد، دکتر چمران رو معرفی کرد، کفش نهرین رو معرفی کرد. الان چیکار کرد؟ بعد حجاب چی؟ دخترم حجاب یه تو چیزی تو ذهنش بنده خدا هست چیده حالا ولی نمیتونه بیان کنه. میفهمه نمیتونه بیان کنه. قدرت بیانش. من از سری قبل که دیدم ویدیوهای قبلیشو دوستان یادتون باشه احساس میکنم الان یه 4-5 تا کتاب خورده، یه 4 تا اسم یاد گرفته، یه چیزی بالاخره داره متحول میشه این آدم. حالا موی اسمش چی بود؟ علی اکبر حسینی نسب. با کی گفت؟ با کی؟ خیلی کم پیش میاد توی بابا همچین صحنه رو ملاحظه بکنید و خیلی جالب بود واسه من، چون اصلا شاخه جانبی نمیزنم. حالا نمیدونم چی شده زده. بالاش هم اگه بگیرید ممنونتون میشه. محسن الان این به نظرت شاخه جانبی بود؟ بیا منفی فکر نکنید. آقا شاخه جانبی اون پایین چیکار می‌کنه؟ بعد زیرش یه چیزی همونایی داشت که تو شغلت بود. اصلا خیلی طبیعی هم در آورده بود بیرون خودش به صورت طبیعی. ببین طبیعت با آدم چه میکنه. این چه خوب باش بازی میکرد. من فکر می‌کنم تقصیر این یکی درخت است که دستش انداخته رو شونه این. اون بله گرفته داره یه کارایی میکنه. میگه خدا خیرت بده بیشتر به ما، آخه درخت دست نداره. وقتی صبح زود میری جنگل. ها الان دوستان افتاد در رابطه با جنگل اینا صحبت نمیکنه، در رابطه با پسرها درک میکنم این موضوع رو دوستان. صحبتی از خواب بلند میشی یه چیزی زودتر از خودشون بلند میشه. آفرین. آقایی که حالا داشتن اینو معرفی میکردن یه جوری داشت باشه خیلی باهاش ور میرفت. آره یه جوری غیر طبیعی باش ور نمیرفت. خودش هم میخواست یه چیزی بگه ولی روش نمیشد. بعد اومده شاید میخواسته تست کنه. دید درخت داشت سمقش میاد، درخت و سمقش میاد بیرون. یعنی الان درخته گفت آه سمقم میگن گوشت از من آب از تو یا آب گوشتمون نشه. اما چرا سختش میکنی؟ بگو میخوام بدم. من واقعا اکسپلور چرا اینجوری شده محسن؟ نمیدونم به خدا. بعضی‌ها برای گرفتن ویو نه حالا ویو رو به کنار ولی واقعا دیگه انگار زدی شبکه پورناب دیگه. طرف یه جوری دیگه داره تولید محتوا میکنه که دیگه هر چی تو مغزش رد میشه میگه. آقا یه چیز خیلی جالب، اینجا امریکن دریم رستوران آمریکایی‌ها. خب فقط شما ماشینا رو ببین. حضرت، BMW، رنج روور، اصلا
یه ماشین کاپیتاژ سمن نکته جالبش اینه طرف قفل فرمون زده ندزدن. ای خدا نترس بابا نمیدزدن. خب خدایی حالا من کاری ندارم، شاید تو اونجا خیلی ماشین خفن ببینی ولی یه دونه سمند اونجا میبینی. باریکلا. خب همین تازگی داره. شاید برای ما تازگی نداشته باشه که همش داریم میبینیم، ولی برای اون دوزده تازگی داره. خدایی که تو آمریکاست یه همچین چی؟ چه انیو ندیده. نه انگ نه. یه همچین اثر هنری. یه همچین اثر هنریه. یعنی واقعا تولید ملیه. چون آدم سیمان میشه وقتی یه همچین اثر هنری رو میبینه. نه خدا وکیلی حال کار ندارم، یه همچین چیزی شما تو آمریکا یه دونه میبینی، به خاطر همین قفل فرمون زده. بله. وقتی هم چیزی که نمیبینی هر لحظه احتمال داره یه دزدی بیاد و بزنه تو گوشش، به خاطر همین این بنده خدا حالا قفل فرمون زده. شاید شما اصلا بری پایین قفل پدال هم زده باشه، شاید اصلا سوئیچ مخفیش هم زده باشه و خیلی کارهای دیگه کرده باشه که ما نمیدونیم الان پشت پرده این چی. حالا یه برنامه پشت پرده هم براتون میذاریم، اگه دوست داشتین تو کامنت ها به ما بگید. یعنی سر هر ویدیو آخرش میرسه کامنت، من پشمام. ادیتور پارست. وحید چی کار داری میکنی؟ مگه تو مسلمون نیستی؟ حلال حروم سرت نمیشه؟ چه ربطی داره؟ حروم تو مگه مدرسه نرفتی؟ چرا؟ مگه ریاضی نخوندی؟ خب منفی در منفی؟ مثبت. آفرین. حروم در حروم؟ حلال دیگه. خار و معلم ریاضی. حق گفت. کویتی پور اینجا چی میگه؟ نمیدونم کویتی پور. جمله حماسی بود. کویتی پور حماسی طور بود. میدونی کسکس چیه؟ کسکس غذای معروف تونسیه که توش بلغور داره و نخود و روش هم یکم سبزیجاست که توش پر از آب گوشته و یه تیکه گوشت هم میذارن روی این غذا و میتونید سرو کنید. بفرمایید میشه جوید. این کسکس بود؟ آره کسکس بود. یعنی مثلا اسمش اینجوریه دیگه دوستان. اون مهم نیست. بریم رستوران بگیم آقا کسکس داری یارو ما رو نزنه. یعنی تونس باید بری اینو بزنی بگی. تونس بری بگی کسکس داری یارو ناراحت نمیشه؟ نه دیگه. غذا خودشون. آره غذاشونه. آها. مگر اینکه خود دختر داره اشتباه میگه. ولی جالب بود برام. ولی من خیلی دوست دارم برم تونس. زیر خط از قدیم گفتن اهالی تونس. چه تونس؟ تونس تو کونه تونس؟ کجا در میاری موهی؟ خوب بود. آره یعنی اصلا با این شعری که تو گفتی من حتما یه تونسمون باید بشه. اصفهانیه؟ نمیدونم اصفهانی ها میگفتن اینو. حسن خانی من 5 ساله که سوارکاری میکنم، منتها از ظاهر واژنم اصلا راضی نیستم. به نظرتون ژل تزریق کنم یا چربی؟ ببین نه اصلا سمت تزریق چربی که نرو، خیلی زود از بین میره، چون شغل شما هم سوارکاری هستی سریع از بین میره. بهترین گزینه برای شما تزریق ژل هستش. عرض ادب دکتر حسام هستم و به نظرم بانو اشتباه میکنن. بهترین گزینه برای شما تعویض اتاق واژنه. اگر افتخار بدید بنده و همکارانم میتونیم داخل رو براتون به سبک لنگکروز 2024 عوض کنیم. 3 تا مانیتور اضافه میشه، فضا جادارتر میشه، یه باربیکیو هم اضافه میشه زیر صندلی برای زمانی که شوهری میخوان اونجا کمپ برگزار کنن. ممنونم ازتون. میتونید به دایرکت ما پیام بدید. موهی جدیده این چیه مد شده؟ هم باز میکنه کلا اکسپلور رو میزنی یه خانومه یه وا کرده پاهاشو، بعد یکی این تنور نونوایی اون تو داره دستشو نمیدونم حالا نون تافتون میپزه. عجیبه، شهر عجیبیه. حالا من یه کلیپ دیگه هم دیدم یه چند نفر از خانواده اون بیمار بنده خدا اون پشت خانم دکتر داشتن تماشا میکردن، انگار اومده بودن سینما مثلا. آره یه دونهشون من آره که ما اصلا یه سوالی که من پیش مثلا این جاش توی محیط مجازی آخه الان همین درسته که چیز خاصی نشون داده نمیشه از نظر، ولی همین نوع رفتارش بده دیگه. مثلا یه پزشک واقعا بعیده که یه همچین حرکتی بکنه. حالا مثلا شما میخوای تبلیغ کارت هم بکنی اینجا جاش نیست، با یه همچین پوزیشنی خانومو وا کردی نشوندی که چی آخه تبلیغ چی بکنی؟ آره بعد خب نمیتونی چیزی رو نشون بدی نه کاری بکنی. با اون جوون بنده خدا بعد میتونستی مظنونی اصلا بری جلو، داشت لازم نیست حتما نشونش بدی کامل حالا. یعنی واقعا دیگه میگم با این چیزاشون عمق اکسپلور داره منفجر میشه. آره یعنی حیف بسایی
اینترنتمون که داریم میذاریم برای اینکه این خوزعبلات رو وارد مغزمون کنیم دوستان. آقا سلام علیکم. ما 200 تومن داریم، 10 نفریم، هممون هم گشنمونه. 10 نفری؟ 200,000 تومن؟ بله. یه برگر سنتی. به به. 2 برگر سنتی. 2 برگر. 3 برگر سنتی. آقا این ستا رو میشه به 10 قسمت تقسیم که؟ نمیشه. 5 تا. این همش 6 تا. کاکو من 200 تومن بیشتر بهتون نمیدم ها. میدونم. آمو چی کار میکنی؟ چه خبره؟ 10 تا سس با یه نوشابه خونواده که با آروم این نوشابه 200 میلیون خود ندادم، چه وضعشه؟ ضرر میکنی. من باید عصبانی بشم. کلاً 11 بهت پس میدم 189,000 تومان. شیرازی‌ها اینجا چهارراه شریف آباد ابتدای رضوی مستر غذا. ببین الان نون همبرگر گونه چنده؟ نون همبرگر خالی بخواد با همون نوشابه خانواده رو بده از 200 تومن میزنه بالاتر. اینا چیکار میکنن؟ پولشون رو از تو درمونگاه ملت در میارن. یعنی مثلا فکر کن بغل دستش احتمالاً آره روبروش یه درمونگاهیه بغل دستش. آره میخوری میری اونجا این پوسانتشو میگیره چون دیگه رفتی درمونگاه. ما ADHD داریم، معلومه که همیشه دیر میرسیم. ما ADHD داریم، از دستمون ناراحت نشیم چون ممکنه مسیجتون رو بخونیم و یادمون بره جواب بدیم. ما ADHD داریم، هیچ وقت ما رو نمیبینیم که بیکار نشستیم. ما ADHD داریم، ممکنه بارها بیایم تو اتاقمون دنبال یه چیزی ولی یادمون نیاد. ما ADHD داریم، وقتی داریم با شما صحبت میکنیم این فروشگاه راستی که واسه هر مشکلی توی این نسل های جدید و این داستانا براش اسم بیماری گذاشتن. اصلا ADHD چی هست؟ من HD که میدونم کیفیت تصویربرداریه. خب فول HD مثلا نه این ADHD نه بوده. فول HD حالا قبلا HD هم بود دیگه، HD خالی بود. حالا همه اینه که حالا ایشون گفت، حالا نه همش شاید من مثلا 50% دارم. حالا من حالا شاید بیماری نیست، یه آپشنه. بعد سرچ شاید بعد سرچ مثلا یه خواستگار دختره میگه که من دخترم ADHD داره. مثلا 4 کلید است مثل ماشینای 4 کلید است. ولی در کل واسه هر چیزی دارن اسم میذارن. حالا بچه‌ها اگه شما میدونید ADHD چیه برامون کامنت بذارید بگید چیه. واقعا برای من سواله. اگه تو سرچ میکنی دیگه بچه‌ها کامنت نذارن. گوگل گذاشتم برای همین دیگه. حالا اگه بچه‌ها بگن بده؟ بچه‌ها میخوام بگن خودشون میگن. حالا بگین چند نفرتون ADHD دارید؟ هی کامنت بگیرید. خب بچه‌ها اگر ADHD دارین لایک کنید. دمتون گرم. بچه از این به بعد با همستر پوینت هاتون میتونید از تمام سوپرمارکت های دنیا خرید بکنید. واقعیه یا کیکه؟ بابا هنوز لیست نشده این. خود همستر نمیدونه این اصلا قراره لیست بشه یا ارزش پرداخت کرد. در کل که ببین الان مثلا پشمیزون ترین ویدئویی بود که من در رابطه با همستر الان مثلا یه سری پیجا اومدن برای اینکه فالوور بگیره میگه آقا من در عرض 1 ساعت برای 20 میلیون سکه همستر میگیرم. فقط کافیه که منو فالو کنی و همستر رو اینجا برای من کامنت کنی. اینم کامنت بگیره، ولی میدونی کامنت بگیره بی‌ناموسه. شما میری طرفو فالو میکنی بعد مینویسی همستر بعد هیچی برات نمیاد. بعد یا فیک میاد. نه چیز من درآوردی. اون بدبختی که میخواد مثلا یه ساعت 20 میلیون بزنه هی هم کلیک میکنه که آقا مثلا چرا برام نفرستادی؟ میدونی همه دنبال مال مفتن دیگه. آره دیگه دنبال چیزای مفت دیگه هم هستن. بچه‌ها یادتون باشه دیگه همیشه میگم پنیر مفت تلموشه. ان شاءالله که همستر هم برای هممون پول بشه، هممون پولدار شیم. جانم آره دارم میام. باشه خداحافظ. خانوم حالا برو، اگه من ولت کردم، اگه من با تو نیستم. دیوونه ای؟ تو کی میخوای عاقل بشی؟ خب یکی مثل تو باید کنارم باشه که منم عاقل بشم. بگردی پیدا میکنی. مگه دیوونم بگردم؟ بهترینش جلو چشام وایساده دیگه. دیگه داری تو میری یا؟ اتفاقا من عاشق سرعت بالا، دوست دارم با سرعت 200 تا برم سمت چیزی که دوستش دارم. بگو چپ نکنی. مقصد که تو باشی من همیشه حواسم هست. خودت هم میدونی من بی خیالت نمیشم. الانم بشین بریم. این چه زود رسید به مقصد.
ببین خوش به حالت که با آرزوت رسیدی. خوش به حالت که با آرزوت رسیدی. که زود به مقصد رسیدی. ولی اگه من میدونستم مقصد این استا اینجاست هیچ وقت نصبش نمی‌کردم. وای خیلی دقت کنین شما که میخواین ای بابا اینجاش داره در نشکنه آقا نه نسیر میکنه نه چیکار میکنه اینه نگاه پرتقالو میکشه نه خرابش نکنین نگاه شد چه بچه‌ها شد چه خوبه چیه ایوه نه چی فکر میکردم جز این. من دارم یه ساعت نگاه میکنم داری چیکار میکنم همین یعنی تو این ذهن و این خلاقیت اگه سر هر چیز دیگه گذاشته بودی یادش الان شرکت داشتی 200 نفر زیر دستت داشتن کار میکردن. والا به قرآن من همش فکر میکردم اون برای چیه. الان فهمیدم برای چیه. گذاشته شد. آره همچین گذاشت تو پرتغال که پرتغاله گفت آخ. خرگوشه گفت آخ. موشه برید سوراخ. اگه میمیات اندازه آلبالوه اینو بپوش. اگه میمیات اندازه نارنگیه اینو بپوش. اگه میمیات اندازه هلوه اینو بپوش. اگه میمیات اندازه سیبه اینو بپوش. اگه میمیات اندازه پرتقال تامسونه اینو بپوش. اگه میمیات اندازه هندونه است اینو بپوش. هندونه رو داری الان تو با دوتا دستات بخوای هندونه رو 2 دقیقه نگه داری دوتا هندونه رو دستات پاره میشه. خب آره حالا اون زبون بسته میخواد چجوری اون دوتا هندونه رو نگه داره. اون وقت یه بنداش یا 2 بنده بود. من دیگه به بنداش دیگه بند نداشت اصلا اون نداشت؟ نه اون سیمبوکسول داشت پشتش. میمی من اندازه آووکادوه باید چی بپوشم؟ یادم میخواسته قیمتشو بالا ببره ها. آره. این آووکادو نیست چون گرون شده. میوه گرونیه. آره دست گذاشته. حالا اگه مثلا من خودم دختر بودم میگفتم میمیای من آناناسیه من چی بپوشم چون آناناس هم میوه گرونیه. من بودم میگفتم که دراگون فروته چیکارش کنم. درود به بینندگان عزیز. این 5 تا نخ کفاشی که با اینا کفش میدوزن من 5 تاشو پاره میکنم. واقعا دمش گرم این خیلی نخ محکمیه. حالا ما یه همسایه بغلی داشتیم همیشه اتاق خوابش یه همچین صدایی میومد نگه این داشتیم نخ پاره میکرده. امیر جانم چرا اینقدر مطمئنی که همستر پول میده؟ چون اخبارمون میگه دروغه. حلال السی راست گفت بنده خدا. ببین با همون چیکار کردن که آره دیگه هر چی اونا میگن شما برعکسش عمل کنی بگن روزه شما بگو شب. الان بچه شب بریم بخوابیم. آقا بریم بخوابیم. ای حواست کجای زدی به ماشین؟ باش نخورد بابا ولش کن. بیا پایین بابا بیا پایین خشتکت به سرت بکشم فکر اینجا خبره. خدا هیکلو ببین داش دهنتو سرویس میکنه. گنده تر از خودم نسایدم باش برم چت روی کار کنم نبینی ولی استش کن الان برمیگردم. ولش کن. چند هزار تا پیامبر باید بیان تا بگن که کظم قیس کنین دعوا نکنین. الان اگه این دکمهش تون بخوره باز بشم مثل گل شیپوری بشم. الان اگه برم خونه بابام بگه که این دستگیر جدید مبارک چی باید جواب بدم؟ الان اگه برم خونه که باید از چوب لباسی خودم نمیتونم بشینم با این. در میاره. در نمیاد خارش. بچه‌ها یادتون باشه کظم قیس کنید همه جا دعوا نکنید چون شبیه گل چی میشی؟ شیپوری میشی بعد جای چوب لباسی آویزونت میکنن. پس تا برنامه بعدی
خدا نگهدار. اما قبلش لایک سابسکرایب بقیه‌ش هم تو میگه فساد بیا بپر دیگه. من دارم میگم من دیگه انقدر کامنتو گفتم خجالت میکشم دیگه. ولی خب خجالت نداره بچه، کامنت بذارین، ساب کنید، ما رو لایک کنید، دمتون گرم، به ما انرژی بدید. چون میگم دیگه اگه لایک کنید یا کامنت بذارین ویدیوهای ما بیشتر دیده میشه و ما انرژی میگیریم که برای شما برنامه‌های بهتری رو بسازیم. به معنی واقعی انرژی میگیریم ما. یادتون باشه واقعا اینا از این گوش نشنوین، از این ور در کنین، حتما به ما انرژی رو از این ور در کنین، از این ور گوش کنین. تا برنامه بعد خدا نگهدار دوستا.